کشان رفتی دلم زیر رو شد دلم زیر رو شد دلم زیر رو شد چشم حرامی با حرم روبرو شد حرم روبرو شد حرم روبرو شد چجوری رفت حسین دنبالش میدون دامن کشان رفتی دلم زیر رو شد دلم زیر رو شد دلم زیر رو چشمه کورش چشاشو چشم حرامی با حرم روبرو شد حرم روبرو شد حرم پاشو ببین دارن آماده میشن بران غارت خیمه ها کنار تو بمونم یا برم خیمه رو مراقب باشم بیا برگرد خیمه کس و کار منو تنها آب به خیمه نرسید فدای سره آب به خیمه نرسید فدای سرت فدای سرت حسین قامتش خمید آب به خیمه نرسید فدای تارمون چون اخترانش از اندوخته های خودم بخونم برام چون اخترانش زهر سو به نیزه شد دان
دانی چگونه آن سر محروم نیزه شد. از بس عمیق بود شکاف عمود کین، تنها سری بود که ز پهلو بنه. سر روی نیزه نیستاد، بستنش نیستاد. میگه دیدم یه سری رو هرمله ملون به گردن اسب بسته. سادات ببخشن، از هموشون دارم اینطوری روزه میخونم. سادات منو ببخشن. اسبم که خسته میشه این سرشو پایین میار، این سر و پایین میآورد، اسب سر و پایین میآورد، این سر هی به زمین میخورد بالا. گفتم این سر کیه؟ گفت علمدار حسین. خوش به حال اونایی که برای اربابشون سر دادن. شما امشب به سر خودتون بزنید. اومد بالا سره، دید یه چشم تیر تا پر نشست. ای حسین، حضرت عباس دیگه الان اینجا روزه خون نمیخواد، فقط وقتی فکر میکنی میگه اربابت فبکا بکان شدیدن عالیاب، هم شدید گریه کرد هم بلند گریه. وقتی داشت میرفت دنبالش داد میزد. کی باید روزه برای شما مقتل بخونیم تا گوش کنی گریه کنی؟ خدایی چرا باید ما اینطوری روزه بخونیم؟ شاید اصلا روزه خوندن ما اشتباهه. شاید تجدید نظر باید بکنیم، یه جوری دیگه ای مقتل بخونیم، باید یه جوری تصویر سازی بشه. باید تو ذهن خودت ببینی از صبح تا غروب هر موقع خواست بره گفت بمون، فرمود بمون. میرفت یه چند دقیقه تو لشکر یه تار و مار میکرد، به هم میریخت، برمیگشت ابی عبدالله صداش میگفت دارم میمیرم بمون. من دارم میمیرم طاقت قصتو ندارم. کجا میخوای بری؟ همه رفتن و پیش من تکون نخور. زن و بچه همه آرامششون به توه. برو آب بیار. تصویر رو اگر ببینی ابی عبدالله گره گشای همه عالمه.
وقتی بغلش کرد داشت میرفت قدش بلند بود، سر با آورد بغل. ببین فبکا بکاء شدیدن عالیا، شما گریه کنید اینطوری، ارباب من و شما که اگه گریه کنه عالم گریه میکنه، اینطوری گریه میگن، میگو واه ای جونم فدا. ای وای حسین بلند گریه میگه. اصلا یه دهه باید بگیر فقط گریه کنیم برای اینکه ارباب ما بلند گریه کرد. میخوام دنیا نباشه حسین. اما وقتی بالا سرش رسید دید دورهش کردن. من همچنین روزه بخونم. آقا ببخشید، جماعتی که دور عباس بودن لایه های وسیعی داشت، نه یه نفر دو نفر. شیر وقتی طرفش میرن یه دستش تکون بخوره همه میرن عقب، میدید همه میان عقب، دوباره همه میگن بزنید، همه میرن جلو. یه نفر برگشت نگاه کرد گفت حسین اومد، فرار کردن. ابی عبدالله صدا زد عین تفرون و قد قتلتم اخی، کجا در میرید؟ داداشم رو کشتید. نگاه کردید عین صحنه ای که زینب از بالای تل میدید، حسین تو علقمه دید. یکی داره با نیزه میزنه، یکی با شمشیر میزنه. از بخلشون، از حسادتشون همه به سر میزنن، چون دیگه دستی نمونده. ای حسین